مهربان ملائکه هایی دارند که در روی دنیا سیر میکنند. بین هر گاهی که یک جمعیتی را یافتند که در اوجا پند و نصیحت های در حال میگه چکار میکنند، در حال پایان میشوند تا در همونجا شرکت کنند. این حدیث بسیار حدیثی درازه. ابتداش من همون خطای اولش که از پیامبرمون نقل میکنند خطای اولش گفتید چیه؟ همون قصه را که جناب غزالی میاره در کتاب مکاشفت القلوبش میگه وقتی یک ذاکر بگیم یک آدمی ذکر کننده در دستکش تسبیح همه الله 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 میگفت، به ناگاه حضرت سلیمان میگه همراه میگه همون تمام قوم و تمام همه در اطاعتش بود که آخی میگه با پیش همین آدمی همین ذاکر ذکر کرنده میگه گذر کرد. میگه وقتی که شیخ نگاه کرد و بعد حضرت سلیمان گفت گوی ابن داود لقد اتاک الله مالا کثیرا. ای حضرت بچه داود چی بنده خوشبختی گفت، بین ساعت ها و پیش چشم من عسکری تو میگذرد، مالی تو میگذرد، ثروتی تو میگذرد، چی بنده نیکبختی هستی. بعد میگه حضرت سلیمان میگه با این گپ مغرور نشدی، بعضی ما را چهار تنگمون را تعریف کنن دیگه آدم جکیده میگذاریم کو. این مغرور نشی، بلکه همین شیخی را دید الله میگه گفت گفت بنده خدا، ای نفری که تو الله میگوی، گفت لتسبیحتون فی صحیفت مؤمن خیر مما اوتی ابن داود. لأن ثواب التسبیح یبقا و ملک سلیمان یفنا. عجیب گپی زیباش گفت ای بنده که تو الله میگوی، میدونی گفت که همین یک تسبیحی که تو میگوی بهتر است از آن چیزی که ساعتهای پیش چشمت گذشت. از همه اینهایی که گذشت یک بار اللهی که تو میگوی از همه این بهتر است، از همه این بالاتر است. با حضرت دلیلش هم آورد. حضرت سلیمان پیامبر بود آخی. گفت لأن ثواب تسبیح یبقا، زیرا گفت ثوابی که تو الله 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 میگوی این در نامه اعمالت نویسانده سنش و ملک سلیمان یفنا. لیکن همه این چیزهایی را که تو دیدی همه اینا هلاک میشود، نابود میشود، میروند. گفت تمام، لیکن ثواب همین تسبیح تو باقی میماند. برادر عزیز و گرامی، حقیقتا آنچه ما تناول کردیم همه اینا چی شدن؟ همه اینها گفتی همون خوجندی های ما که وقتی چای تا سحر میبرد تمام. یکی ثوابی ایه که گوش میکنین این را در نامه اعمالتون مینویسد. این در نامه اعمالتون ثواب این لحظه ها را مینویسد. حتی یک حدیث دیگر هم در سخن حضرت داملو زم کنم، یک حدیث طولانی داریم جناب امام مسلم میارش. 2 ورق فقط از ابتداش سر می شود. الله مهربان ملائکه هایی دارند که در روی دنیا سیر میکنند. بین هر گاهی که یک جمعیتی را یافتند که در اوجا پند و نصیحت های در حال میگه چکار میکنند، در حال پایان میشوند تا در همونجا شرکت کنند. این حدیث بسیار حدیثی درازه. ابتداش من همون خطای اولش که از پیامبرمون نقل میکنند خطای اولش گفتید. حتی در شرحش دیدم میگه اون ملائکه ایجا خونه بختاوره میآورد، او در خود چند کیلومتر بلند در آسمان سیر کرده او ایجا میدونه این مردک در 2 متر یا در 3 متر این ایجا یافتش. میگه که حتی شارح حدیث میگه که از همین جا میگه یک روشنایی بلند میشید است. روشنایی بلند میشید است که از روی روشنایی
میفهمند که در زیر همین روشنایی الله ما یاد چیدیسته. بنده های خدا در یاد خدا نشستگیند. میگه از روی روشنایی میآوند. حتی بعضی هاش گفتن ای بوی خوش میآوند، بوی خوش بلند میشود. از این لحاظ برادر عزیز ما اینجا تنها نیستیم و خدای مهربان قسم این سخنها از زبان پیامبر آمدگی است که شما در احاطه ملائکه های رحمتی. حاضر ما حقیقتا چه که داملان در ابتدا گفتن ما در احاطه هموی موزیم. اونها هم از همین، اونها فقط ملائک طعام نمیخورن، اونها خواب مغفرت بشود، ملائکه ها بیاین اشتراک کنند. بعد میدونین که بعد آنی که از اینجا مجلس ما تمام میشود همون توده ملائک نزد الله میروند. بینیده نزد الله میروند. برادر عزیز خدای مهربان میگه سنت شنه که میداند که در اینجا کی بود، میداند در اینجا چی گفتگو بود، لیکن از اونها میپرسد من این جئتم، از کجا آمدید؟ اونها میگن خلاص محفل ما را نقل میکنن. اونها چی گفتن؟ اونها چی میخواستن؟ حتی ملائکه میگن از تو یاد کردن. چی میخواهن؟ جنت میخواهن. جنت دیدن؟ نه ندیدن. عجیب یک حدیث زیبای آدمی که را به خدا برامو هر یک دانه دانش بخونه موی تنش بلند میشود. الله با فرشته هاش گفتگو داره. اونا جنت دیدن که درباره جنت گپ بزنن؟ نه ندیدن. با الله میگشون اگر بینن چی؟ اگر تصور کنیم برادرها که اگر ما جنت حاضر ببینیم در این دنیا ما چقدر زندگی میکنیم دیگه؟ یا لحظه اینجا برای ما دیره میگیم تسر از اینجا ما مقصد جان ما خلاص شود. زیرا اینجا غمش بسیاره، اینجا دقتش بسیاره، اینجا تلاطمش بسیاره. الله میپرسه اگر میدیدن چی؟ بینید گو اگر میدیدن، مقصد ملائکه گفتن اگر میدیدن مقصد تا چند اونها را اشتیاقش به سوی ذات تو زیاد میشه، تا چند اونها طلبگار جنت تو میشیدن. دیگر لذت های دنیا همش برای اینها مقصد هیچ قدر و هیچ قیمت پیدا نمیکرد. الله میپرسشون از چی چیز پناه طلب میکردن؟ از دوزخ. دوزخ دیدن؟ نه ندیدن. اگر میدیدن چی؟ بعد گفت اگر میدیدن اینها دیوانوار در کوچه داد گفته میکشن. از ترس مقصد اینها دیگر در دنیا هوشیار زندگی کردن میتونستن. وقتی دوزخ میدیدن، وقتی عذاب دوزخ میدیدن، وقتی خاری و خیلی مثال حالتهای زاری دوزخی ها را میدیدن، اینها در دنیا دیوانوار میگشتن. بعد از آن برادر عزیز وقتی صحبت الله با ملائکه بود میشه، ملائکه که در همینجا بودن، بعد چی میگه خدای مهربان؟ یک بشارت زیبا میده، میگه اشهدو کن. همه تا شاهد میگیرم. ممکن در همینجا 1000 باشد، ممکن کمتر باشد. میگه اشهدو کن، شاهد تا میگیرم انی قد غفرت لهم. شاهد تا میگیرم که اشتراک کننده های همون محفل گناهاشون را مغفرت کردم، گناهاشون را گذاشتم، از خطاهاشون گذاشتم. بین برادر عزیز این بگیم مرتبه و مقام مؤمن ببین، مقام و مرتبه مسلمان ببین. شکمبامان از تمام نوش نعمت سیر کرده، در خوبترین جا نشستگی از الله مهربان یاد میکنیم، هیچ زحمت و سختی را ندیدیم. بعد این چی میشود؟ بعد این با میخیزیم نامه اعمال مانده الله مهربان همه کمبود مانده نامه اعمال دور میکنه. برای چی؟ برای که شما بنده های فراموش خاطر نبودهیم، شما بنده های ناسپاس نبودهیم، شما بنده های بودهیم که در هر جا که بشینین از من یاد میکنین.
برادرای عزیز این لحظه ها ولی من از صد بگم یک شب که خدای مهربان در برابر این لحظه ما و شما برای ما و شما چی میتونه. من مقصدم چی است که شما از همین لحظه ها حرکت کنین که قفا نمانیم، حرکت کنین که در این خیر نشست ها بیشتر باشین، بیشتر اشتراک کنین. زیرا من در ابتدا هم گفتم بهترین عمل که موصوف است نهی منکر و امر معروف است. او حضرت بیهوده گپ نزد. خدا رحمت کنه عزیزای خدا را. میگه چشم از برای دیدن آیات قدرت است. با این چشم ما همیشه باید قدرت های الهی را مشاهده کنیم. چشم از برای دیدن آیات قدرت است. گوش از پی شنیدن اخبار حکمت است. هرگر که حق نبیند و حق نشنود کسی کور و کر است بلکه از آن فروتر است. چشم برای دیدن نشانه های قدرت الهی. گوش وظیفش گوش کردنی آن چیزی که صدا داده است. بعد حضرت میگه هرگر که حق نبیند و حق نشنود کسی. چشمی که حق بین نباشد، گوشی که حق شنو نباشد کور و کر است بلکه از آن فروتر است. این خیلها را گفت اینها کور هم هستند، کر هم هستند، از این پایان‌ترند. دلی که از نور معنی نیست روشن، دلی که برادرای عزیز در اون نور معنی نیست، دلی که در او طاقتی در اینجا نشستن نیست، دلی که از نور معنی نیست روشن. مخوانش دل که او سنگ است و آهن. دلی که از گرد غفلت رنگ دارد از اونی سنگ و آهن ننگ دارد. دلهای سختی که برادر عزیز خواهش شنیدن ندارد، خواهش نشستن ندارد، میگه این دل حق اگر مقصد این دل میگه از همون سنگ و آهن. دلی که اگر غفلت زده باشد او سنگ و آهن. حتی سنگ و آهن میگه از دلی که غفلت زده باشد ننگ دارد که من همون سنگ بدن و آهن بدن خوبه. حالا که قلبی در غفلت آلوده باشه. زیرهاز برادر عزیز این لحظه ها حقیقتا لحظه های خیلی هست. خوش به حال کسایی که در این خیلی محفل ها اشتراک میکنن. من برای چی ابتدا هم گفتم که در جمعیت ما، در ملک ما پند و نصیحت مثلی باد و هوا ضرور و بسیار مهمه. ولی همین شاعر میگه که همچنان چون تن ما زنده به آب است و هوا. سرمایه عمر شما دو چیزه، نفس، آب. همچنان چون تن ما زنده به آب است و هوا، سخن خوب دل مردم را همان آب و هواست. رنگ نفس و رنگ آب انامین نصیحت ها، انامین رسانیدن ها بسیار مهمه. من یک آیت معنا میکنم، دعا میکنیم. خداوند در سوره زمر آیت 18 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله و اولئك هم اولو الالباب. خدا میگه فبشر عباد. عباد جمع عبد. بشارت بندگان را که آیا ما می‌داریم یا نه؟ بشارت بندگان را که مژده بده بندگان را که کدام بندگان؟ یستمعون القول فیتبعون احسنه. بندگانی که دوستدار و پشتیبانی شنیدن سخن قال الله و قال رسول الله هستند. الله میگه که اینها را بشارت ده، اینها را مژده ده. و چی؟ اولئک الذین هداهم الله.
به اینها نعمت هدایت رسیده و اولئک هم اولو الالباب. دو چیز اینها را داد خدا، یکی نعمت هدایت، یکی این طایفه اولو الالباب، اینها دارای خیرتند، دارای عقل. یعنی برادرای عزیز، این لحظه را که ما شاید که انتظاری هم کشیدیم که روز چهارشنبه می شود و ما بشینیم و مقصد یک ای شنیدنی ها مقصد استفاده بریم. الله گفت که برای آن کسانی که ایره انتظاری کردن، پشتیبانی کردن، دوست می دارن، اینها یکمش نعمت هدایت یاد رسیدگی، دویمش اینا اهل خیرتن یا عقل که دارن، میدونن که از اینجا بسیار پاداش اجر زیاد که میگیرن، پس اینها چیکار کردن؟ در این محفل ها اشتراک کردن. زین لحاظ برادرای عزیز، در این لحظه ها نشستنهای ما، پند نصیحت ها را گوش کردن، اینها را با برده به نزدیکان ما رسانیدن، بسیار برای ما و شما نفع کلام دارد. حرکت کنین از اینها برادرای عزیز دور نباشید و خدای مهربان باز هم احسانها را قبول کردن. پدری را که یاد کردن خدا رحمت و مغفرتش کنه، قدوم همه شما را خدای مهربان حسنات بنویسن و آن بشارت‌هایی را که گفتیم، آن مژده‌هایی را که در این محفل الله و رسول او وعده داده بود، خدای مهربان همه ما و شما را از او برخوردار و با نصیب بگرداند. اللهم اعنا علی ذکری و شکری و حسن عبادتی. آمین یا رب.